سلام دوباره از زمین تنیس. من نمیدونم چرا ولاگا رو همیشه از اینجا شروع میکنم. نمیدونم. یه چیزی میخواستم بهتون بگم، نمیدونم صدام کامل میاد یا نه، انقدر که اینجا سر صداه، ولی اینو میخواستم بهتون بگم که الان که اینجام واقعا حس ورزش ندارم، واقعا خستم، دلم میخواد، نمیدونم دلم میخواد چی کار کنم، اما مطمئنم که بعدش حالم خیلی بهتره. امروزم 2 ساعتیم و خیلی روز سختی، از 7 صبحم بیدارم و دیگه همین. میخوام ببینم بعدش چطوریم و مقابله کنم با این حس بد. بریم ببینیم چطوریه دیگه. سفر دوباره در پیش داریم، نمیگم کجا، مشخصه کجا. راستی بچه چرا انقدر لنز تاره؟ نمیدونم، راستی متوجه یه تغییر نشدی؟ من دوباره موهامو کوتاه کردم، حتی کوتاه‌تر از دفعه قبل. دفعه پیشم میخواستم همینقدر کوتاه کنم، اما ترسیدم که یه موقع دلمو بزنه، اما الان خیلی خیلی دوستش دارم و به نظرم سایز ایدئاله، یعنی ایدئال ترین سایزه. خب 2 ساعت تنیس من تموم شد و حسی که الان دارم میخواستم باتون شیر کنم. حسی ها نمیگم خیلی خیلی الان حالم خوبه، نه خیلی خستم و خوشحالم که یه کار مثبتی انجام دارم، یعنی شب بخوام بخوابم از خودم راضیم و این خیلی خوبه. این خیلی حس خوبی بهت میده که مثلا یه کار مثبت کردی. پس به نظرم وقتی یه کار سخت میشه اون 2 دقیقه اولش خیلی سخت، به خاطر همین همه میگن که اوله یه کاری خیلی سخته و وقتی که بری توش میبینی که مثلا واقعا میتونی یه دونه موفقیت کوچیک که ببینی انرژی میگیری. این انرژی ها هی رو هم میاد. اینجوری نیست که آدما تو استپ اول انرژیشون بالا باشه و انرژی واسه کل راه داشته باشن. سلام منو پذیرا باشید از نوشهر، ویلای بابازرگم. این سفر یه سفر خانوادگیه. مدت هی سفر تو سفر شده و همش اومدم سمت شمال. موضوعی که حالا اومدم الان راجبش باهاتون صحبت کنم، نظرم موضوع سفر کردن خیلی موضوع مهمیه، چون ماها خب 1 ماه کار میکنیم، 2 ماه کار میکنیم و میخوایم یه امیدی داشته باشیم که میریم مثلا مسافرت اون خستگیه در واقع برطرف بشه و خیلی مهمه که ما بتونیم توی سفر هندل کنیم شرایط رو. من خیلی وقتا تا حالا برام مشکلاتی پیش اومده که تو اون شرایط تونستم مثلا بهترین خودم رو انجام بدم و وقتی که بهش فکر کردم میگم ایول تو مثلا چقدر خوب مووان کردی از اون قضیه و چقدر خوب پشت سرش گذاشتی. به نظر من ارزش وقت توی سفر خیلی زیاده که توی این سفر بیشتر میخوام راجبش باتون صحبت کنم. راجب این که ما کی اومدیم فیلم جالبه براتون بگم. الان تو اون تعطیلات 28 سفریم، دوشنبه و چهارشنبه تعطیله، امروز سه‌شنبه. ما دیروز میخواستیم بیایم، اومدیم تا سر جاده چالوس و دیدیم که کلا جاده رو بستن، به خاطر همین رفتیم خونه تا امروز صبح ساعت 4 صبح راه افتادیم. الان که دارم باهاتون صحبت میکنم ساعت 9:30 صبح. قراره با هم بریم یه دونه از این بازارهای محلی توی نوشهر، سه‌شنبه بازارش، که بریم ببینیم که دیگه چی میشه. اگه اونجا چیزای قشنگی دیدم حتما براتون ویدیو میگیرم. خربزه
خوبه. احتمالاً قبل از این ویدیو شما صحنه‌های بازار محلی نوشهر رو دیدین. سه‌شنبه بازار خیلی باحال بود، ولی بچه‌ها من واقعاً فکر نمی‌کنم انقدر تا حالا تو زندگیم گرمم شده بود. یعنی به طور افتضاحی گرمم بود و هر لحظه میگفتم واقعاً الان دیگه من قش میکنم. یعنی آفتاب از اینجامو میسوزون. بعد اصلا دیگه یه جایی به بعد نتونستم واقعا هیچ ویدیویی بگیرم. نمیدونی صورتم میسوخت، احساس میکردم پوستم داره جلز و ولز میکنه. خیلی گرم بود، ولی تا نیم ساعت اول که حالم خوب بود براتون ویدیو گرفتم. جوجه رنگی ها رو دیدین؟ خیلی بامزه بودن. شما بچه بودین جوجه رنگی داشتین؟ من یادمه داشتم. خیلی مثلا من بچه حیوانی نبودم که عاشق حیوونا باشم، ولی دوست داشتم. من چند بار داشتم، اردکم داشتم. جوجه رنگی ها خیلی باحال بودن. وای گربه رو اینجا نشونتون بدم. سلام. خب دیروز داشتم میگفتم که بذار من رد شم. اینجا صدای چاه آب میاد، موتور چاه آب. داشتم میگفتم که ما واسه اینکه خوش سفر باشیم، سفر به همون بیشتر خوش بگذره، چند تا خصلت رو باید داشته باشیم، چند تا کار رو باید انجام بدیم، چند تا تصمیم رو مثلا باید بگیریم. مهمترین چیز همسفریایتون مسافرتن. حالا خیلی خب به ندرت پیش میاد که ما سفرمون رو تنهایی بریم. ما اصلا یه چیز جداییه. اون خودتی و خودت و یه دنیای خودت که اتفاقا خیلی دوست دارم بار تجربهش کنم. اون بکنم. ولی به غیر از اون چطور با پارتنرت بری مسافرت، یا مامان بابات بری، با خانواده بری، با دوست بری، خب خیلی قضیه همسفری تو سفر تو تاثیر داره. اصلا ممکنه که تو یه سفری بری و بهترین لوکیشن اصلا از همه لحاظ بهترین باشه، ولی اگه همسفریت بد باشه اصلا اون مسافرت ممکنه به دهنت زهر مار بشه. ما باید خودمون اولا سعی کنیم که همسفر خوبی باشیم و کلا یک فرهنگی داشته باشیم تو سفر. ببینید من میدونم شما وقتتون رو میذارین، انرژیتون رو میذارین، پولتون رو میذارین که اصلا بریم سفر دیگه، که مثلا بکن مثلا چند ماه کار کردی، خب حوصله‌ت سر رفته، نمیدونم دلت میخواد روحیه بگیری، انرژی بگیری، میری سفر. نمیشه اگه تو با چند نفر داری میری، نمیدونم 2-3 روز هستین 100% بشه برنامه های تو اجرا بشه دیگه. قبول داری؟ وای یه عنکبوت من بکشم. نمیشه که 100% برنامه های تو اجرا بشه. پس هر کسی باید توقع داشته باشه. مثلا من باید توقع داشته باشم 30% برنامه اجرا بشه. بقیه هم خب پلن دارن، بقیه هم دوست دارن کارایی بکنن، اصلا دوست دارن ریلکس کنن. پس به نظر من خیلی آدم سخت نباشین که سفر خیلیش به اون معاشرت است، به اون حرف زدن است، به اون خاطره ساختن است دیگه. حالا بیاین راجع به این صحبت کنیم که همسفر خوبی باشی، همسفر فلکسیبلی باشیم. نکته دیگه این که به نظرم واقعا توی سفر برنامه رفت و برگشتتون رو حدودی بچین.
حالا رفت خیلی بیشتر میشه راجبش برنامه ریزی کرد. اما برنامه برگشت بچه، برنامه برگشت میتونه خیلی دستخوش یه سری تغییرات بشه دیگه. ممکنه یکی خدای نکرده مریض بشه، ممکنه تو بری یه جایی بگی او مثلا من ممکنه دیگه مثلا هیچ موقع نتونم بیام اینجا، فقط این یه بار رو بتونم این شرط رو داشته باشم که اومدم اینجا با این آدما با این شرایط، خب یه روز میخوام بیشتر بمونم. مثلا من یادمه خیلی اتفاق واسم تکرار شده که رفتم گفتم که خب من آره میتونم الان برگردم، فردا برم سر کار یا فردا برم دانشگاه و الان اگه که بمونم، حالا اون یه روز دانشگاهمو یا یه روز سر کارمو یه جور دیگه جبرانش کنم، حالا بیشتر درس بخونم، نمیدونم برگشتم یه جور هندلش کنم پس بمونم، چون که ممکنه واقعا دیگه تکرار نشه. مثلا اینجوری مثلا به همسفریاتون هم بد میگذره. اگه که همه میخوام بمونم، خب تو هم بمونی چیز اتفاق خاصی نمیفته. تو لحظه باش. نمیگم هی هر روز تمدید کنین، نمیگم تو همه سفرام تمدید کنین، میگم یه لحظه های خیلی خاصه، یه لحظه های خیلی مهمه، یه لحظه های تکرار نمیشه، اونا رو بمون. حالا میخوام از اینجا خونه مادر جونم یعنی ویلاشون چند تا صحنه بهتون نشون بدم. خیلی باحاله. بعد با بزرگ من عاشق گل و گیاه، به نظر مثلا اینجا یه روح و یه حس خیلی باحالی داره. مثلا کاکتوس رو ببینید شما، الان نشونتون میدم. مثلا این کاکتوسه، حالا بیاین عقب ببینید سایزشو، ببین چقدر بزرگ شده، بعد میوه داره، خیلی خوشگله. ببین این باغچه ها اصلا نبودا، همه رو خودشون زدن و ببین چقدر سرسبز، یعنی انواع تنوع گیاهی، حالا اصلا تو ویدیو مشخص نیست ولی خیلی همه گیاه ها رو خودشون کاشتن و خیلی قشنگن همشون. بچه ها هوا انقدر اینجا خوشگله و همه جا سبزه، بعد داره نمه بارون میاد. اصلا میای تو جنگل هرچی انرژی منفی داری واقعا میره. بعد داره بارون میاد. این هوا این چند روز افتضاح گرم بود و امروز عالیه. امروز اصلا انقدر خنکه و چون تو جنگل هرچی میای بالا خیلی هوا خنک میشه دیگه. برسه این بارونی که داره میاد عالیه. برم یه چای آتیشی بزنم، فردا برمیگردیم. حالا بهتون اندینگشو میگم. برم چایه رو بزنم و بیام براتون بگم که خلاصه این ولاگو بگم. یعنی عالی شد هوا با این بارونه.
این ولاگ همینجا تموم شد. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. ممنون از همتون. انقدر اینجا خوشگله، اینجا جنگل بالای نوشهره. حالا اگر که خواستین بیاین، جنگل نجارده که فقط در جمعه ها بازه، اما خیلی خوشگله. ولی هی باید بیایم بالا تا این جایی باشه که بتونین بشینید. حالا من میدونم آخر ویدیو یه نکته کوچولو بگم. این ویدیو راجع به این بود که چیکار کنیم که همسفریامون، یعنی همسفر خوبی باشیم، چیکار کنیم که سفر به همون خوش بگذره. اما یه نکته دیگه به نظرم خیلی جاش خالیه اگر نگم، اونم اینه که وقتی که ما میایم طبیعت، در واقع میایم تو محل زندگی حیوونا، محل زندگی گیاها. خیلی بعضی وقتا یه سری رفتارا زشته، میدونی؟ مثلا بیای توی طبیعت بعد هی دستتو بذاری رو بوق 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 بوق، بعد اصلا خب این واقعا حیوونا رو اذیت میکنه، این بقیه آدما رو اذیت میکنه و خیلی تجربه بدیه. یه موقع ما میایم ریلکس کنیم. مثلا من امروز گفتم کاش متمو آورده بودم اینجا، مثلا مدیتیشن میکردم، چون یک نم بارونی هم پر از چنگاهی میزنه، بعد صدای باد میاد لای برگا، خیلی حال میده. ولی واقعا با سر و صداهایی، حالا ماشینه که شاید اصلا 200 متر از ما دورترن ها، ولی اینقدر مثلا باندای بزرگ میارن، نمیدونم بوق میزنن، اصلا بلند بلند صدا در میارن و اینا. خب واقعا نمیشه. یه کاری نکنیم که فقط به خودمون خوش بگذره. آدمای دیگه، به خدا حیوانایی که اینجا زندگی میکنن، گیاها، اینکه بیا آتیش روشن کنی، آتیشتو خاموش نکنی، چه لذتی میده. ما باید اینجا رو نگه داریم دیگه. قبول دارین؟ حالا که مرسی که این ویدیو رو دیدین. بوس بهتون. جنگل بازم نشون دادم، اگه صحنه قشنگی بود نشون میدم بهتون. هر سالی راجع به این اطراف دارین بپرسین تو کامنت تا جایی که بتونم جوابتون رو میدم.